خوش اومدید. سفارشتون انتخاب کردید؟ والا هنوز نه. شما پیشنهادتون چیه؟ موهیتو دوست دارید؟ موهیت چه خیلی عالیه. اتفاقا داشتم به دوستم میگفتم چه خوبه که اینا یه اتوبوس کافه کردن. نه موهیت نه، نوشیدنی موهیتو، ترکیب لیمو و نعنا. یعنی واقعا تا حالا موهیتو نخوردی؟ والا چی بگم؟ برای من یه نوشیدنی بیارید که همیشه خوابم بپره. میتونم واسهتون اسپرسو بیارم. با این بیسکویتای لتاس هم خیلی خوشمزه است، ترکیب عالی میشه. آره اتفاقا من خودم اسپرسو بازم. جسارتا سینگل یا دبل؟ والا خدا که پنهون نیست. از شما چه پنهون؟ من یه سالی میشه سینگلم. منظورم اینه که یه شات توش قهوه بزنم یا دو شات. والا نمیدونم، هر چی شما سلام میدین، هر چی مصلحته. خیلی خب سفارش شما چیه؟ منم که همو همیشگی. شما یه دفعه اولت نیست بیان اینجا، چجوری همون همیشگی؟ آخه اون آقا سفارش دادم، فکر کنم تو منوتون باشه. نه ایشون مشتری سابق ما هستن، هر سری میان اینجا آمریکانو سفارش میدن. میخواید واسه شما هم آمریکانو بیارم؟ آره ایرادی نداره، فقط جسارتا آمریکانوتون واقعا از آمریکا میاد، تو همین ایران سر هم بند نمیشه. نه اسمش آمریکانو، از آمریکا که نمیاد. یه ترکیبی از قهوه مثل اون اسپرسوی خودمون. حاجی به نظرم تو بیا از این آیس کافی‌ها بگیر، به نظر خوب میاد. آره گزینه خوبیه. من یه دونه آیس کافی میخورم. اوکی، فقط آیس کافی سرده دیگه، در جریان که هستی. ایرادی نداره، اگه میشه واسه من گرمش کنی.